فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهری پرسیدن در مورد این که یک زن آیا میتواند با نامحرم دست بده؟ سلام کردن با نامحرم. هر گونه ارتباطی که در واقع در میان دو زن و مرد نامحرم باشند، اهم از سخن و گفتار بی مورد و بدون نیاز باشه که اینها ناجایز و حرام هست، و از این بالاتر دست دادن و لمس کردن بدن یکدیگر هست، به صورت سلام علیک باشه، مصافحه باشه، این به صورت کلی حرام هست. و رسول الله صلی الله علیه و سلم با این که پرهیزگارترین انسان بوده، سلیم القلب ترین انسان بوده و از جانب الله متعال مؤید به وحی بوده، اما در روایات ما نداریم که ایشان دستشون با دست یک زنی برخورد کرده باشد مگر با همسران خودش. و این یکی از اصول اسلامی هست و یکی از مواردی هست که در شریعت اسلامی به عنوان یک پرده و به عنوان یک سد در مقابل در واقع انحرافات اخلاقی قرار داده شده.